اینجا مازندران، استان مازندران، شهرستان سوادکوه شمالی، روستای کلیج خیل، بازارچه سنتی کلیج خیل اینجا. منم غرفه بیشتر غرفه 3 کار از پرتقال آشپزی و غذا. کماج و چای هم میدم. این کماج چیه؟ نشون بدید چیه این چشیه؟ این مواد کماجه. این با تخم مرغ، وانیل، آرد برنج، ماست، شکر، با وانیل، گلاب، زعفران درست میشه. و این مخصوص همین جا هست؟ این مخصوص همین منطقه خودمون سوادکوه شمالی. خب میشه حالا یکی در ما درست کنیم؟ این موادی که اینجوری کردیم، آماده کردیم، همه رو به هم زدیم به این شکل. بعد می‌ریزیم تو تاوه. تاوه رو می‌ذاریم رو شعله خیلی ملایم. روغنش مهمه چه روغنی باشه؟ نه ببین در همین حد اینا. نه خیلی چه مثلا روغن مایه است، روغن گاویه، فرقی نداره. هر جور که خودتون مزاجتون بکشه. شیر که توش نبود آره؟ ماست داره. ماست داره. ماست چه ماستی؟ فرقی نمیکنه هر ماستی بخورید. چی باشه بهتره؟ گاوی باشه، گوسفندی باشه؟ من از ماست گاوی استفاده می‌کنم. گاوی باشه. چرا تو منطقه‌های شما گاو زیاده؟ گوسفند کمه؟ قبلا گوسفند زیاد بود. ولی الان به خاطر اینکه گوسفندا می‌گذارن جنگل، الان چون جلوگیری میکنه منابع طبیعی نمیذارن. یعنی گاوا بیشتره. گاوا چون بیشتر غذای دستی میدن به خاطر این گاو میگن. گاو هم خیلی کم شده. اکثرا گوسفند نگه داشتنش سخت. جای خشک منطقه. برای همین گاوا بیشتر. آره. گاوا اینجا بیشتر. آش دوغاتون هم کماج پخته شده است. کماج پخته شده که درست کردن. حالا آش دوغاتون هم یه آش دوغای خاصی بود، یعنی مثلا منطقه جنوب نبود. آش دوغا هم نشون بدیم. این آش دوغمونه. توش دیدم باقالا بود. آش دوغمونه در تهیه‌اش باقالا است، کدو است، چغندر قند است. چغندر قندم بود. آره. خورده برنج هست، نیمدانه، لاشه. محلی چی می‌ریزید؟ سبزیجات ما بهش میگیم سرسن. یه نوع سبزی محلی خودمون، نعناع، گشنیز و گشنیز و اسفناج و برگ چغندر. خود دوغ چیه؟ همین دوغ گاویه. اکثرا محصولات گاوی. آره. انشالله که همیشه تنورتون گرم باشه، دلتون گرم باشه. سفر بهتون خوش بگذره انشالله که دوباره بیایم و ببینیم. بازم منطقه ما رو انتخاب کنیم. مرسی. هر کجا هستین تنتون سالم باشه، دلتون خوش. مرسی، ممنونم از مهمان نوازی خیلی خوبه. مرسی.